یکی از اصطلاحات عقیده اسلامی ادراک است. پیش از اینکه ما شما این اصطلاح را به حساب عقیده بخوانیم، دو اصطلاح هست که با هم بسیار نزدیک هستند. یکیش ادراک است و یکیش رؤیت. ادراک درک کردن جزئیات است و رؤیت فقط مشاهده هست. حالا فرق بین از این تا چطور پیدا بکنیم؟ سر یک نفر تطبیق کنیم ادراک و رؤیت، باز بعد از او بریم به عقیده تا که شما معنای دو اصطلاح را بفهمید. بیا بچیم سعی کنین. رؤیت دیدن است. مثلا من اینو میبینم. نامت چی هست؟ محمد حارس. پس کل ما شما حارس هم میبینیم. اینه میره رؤیت میگن، دیدن. خب خیلی ادراک چی را میگن؟ ادراک درک جزئیات. مثلا من میبینم، پس دیدن یک معنا میته، ادراک چی است؟ جزئیات است. ایناله ما فهمیدیم که حارس جان ددری خوب میفهمه. پس فرق بین رؤیت و ادراک فهمیدیم. رؤیت دیدن یک چیز است، مشاهده یک چیز است، و ادراک دانستن جزئیات وجود از او. چقدر علم داره، چقدر دانش داره، دستش چند تا انگشت داره، دستایش خون داره نداره، یعنی کلش این جزئیات چی میگن؟ ادراک میگن.